سلام بچه ویدیو جدید دیگه. آقا از اونجایی که از تایتل و تایمل ویدیو متوجه شدی، قراره که امروز با ست مستری بریم داخل لونهول و خلاصه ست مستری هم نیست، حالا یه ستی هست شبیه ست مستریه، فقط که با اختلاف که موهاش سفیده و ماسکش هم درسته، صورتکش تتوش هم درسته، فقط اون بدنش فانتوم بود، فانتوم لخت طلایی. فقط الان من خالکوبی لخت زدم و اون شلوار هریه چی میگن سیاه، ولی این شلوار صورتیه مثل هریه هست. کفشش هم که یوتیوبری بود ولی الان ما نداریمش اینم، ولی شبیهشه، خلاصه همه چیش شبیهشه و قرار با ست مستری خودمون ساختیم این دفعه. خلاصه بریم داخل لونولف ببینیم چطور. فقط قبل از اینکه بریم داخل لونولف و ببینیم چطور سته گنگ خوبه، حس پلی میده یا نه، قبلش ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید و سابسکرایب رو بزنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید و بدون معطلی بریم سراغ تماشای ویدیو. لیتس گو. الان آورد بالا و خلاصه مپه هم یکم دیر آورد. ست مستری خودمونه به نازا با امپی فیروزه‌ای به فرق. نازم صدا باحالیه، ولی اگر یه شلوارهری ململانی داشتیم الان زیبا میشد، و یکی الان نمیدونم چرا پینگم ریده شد. خلاصه که ازم به حضور تو که دوتا گیم پلی کلاش رنگ هم مشتی مثل قلیونی داخل دوتاش، یکیش 8 کیل فکر کنم گرفتم، یکیش هم 7 کیل، یا فکر کنم دوتاش 7 کیل. گیم پلی نام شده، فقط نگاه کنید پشماتون میریزه. و اینکه گیم پلی هم خیلی خوب در اومده، یه دونش خیلی خوبتر در اومد، اون با گوشی بدارم گرفتم گیم پلی او یکیو با گوشی خودم گرفتم، ولی او یکیو که بدتر شد. او یکیو که با گوشی با ما گرفتم خیلی بهتر شد، خیلی. حالا دیگه من همه چی نمیگم، دیگه خودتون برید نگاه کنید وقتی ویدیوش آپلود شد. سری عقیده نازم باشه فکرهای به سر ما میرسه. دستا میخواره داداش چرا ایسی 80 دست نمی کنی؟ وای ایسی 80 داره میزنه. داده رو بوم نندازی ها، کاره بده بوم انداختن و وای قلبم بیده قلبم هدش نخوره بالای سرش رد شد. نازم دادا ماموش بزنمش. کجا رفت؟ اسکول تر تو ما تو جامعه داریم. فکر کنم ایرانیه، فکر کنم. و ارزم به حضورتون باشاید هر چالش که دوست دارید حتما کامنت بذارید و اینکه کامنت بذارید تا منم براتون چالش انجام بشه. اگر کامنتتون خیلی زیاد بود حتما انجام بشه. در مورد 4-5 کامنت در مورد یه چیزی کافیه.
4-5 تا کامنت. کل کامنت ها رو با هم در نظر میگیرم، هر کدام بیشتر بود چالشش بحث در مورد چالش بیشتر بود دوباره انجام میدم. ولی آجی نزن، جون ناموس نزن، جون بیبی. بابا نکو کار بد وست من کار خوب نیست والا. شاید من اولا وستنم ولی دیگه تقصیر من نبود. این لاش تکسه لاش اکسه دوستان خر داشت بسیزم خودم دفاع کرد. همه سر بیا یخ نزن دلغک با خودم نیستم ها زدم روی یخه رو کار کردم. وانتب بیا وانتب 3 تا شد. نزن صورت برفکی. به من میگن ست مستری و مستر وانشات 2. با ست مستر وانشات اومدم تو بازی ولی ست مستر وانشات 2 مسخره. بیا بیرون که اسم بابات اسخره. بیا در دیگه. 3 تا دمه ببینه آخمت با دولار دمیج دادم 3 تا دمیج خورد. What the fuck فازا با دلول بزنی 3 تا بس بخوره. فاک ببین بیا جان مادر بیا بابی یه 2 تا تیر بزنم تو دهنت یه دفعه یه مزه امپی بفهم. غلط کردم. یه حرفی زنیم به دل میگیره. وقتی یکی حرفی میزنه خب به دل نباید بگیری. آه 6 دقیقه شد 8 دقیقه. دیگه چی؟ من ریدم توش. از اونجایی که لگ میگم نمیتونم هد بزنم با اسنای میزنم که فشار نخوری. یه لحظه بگید چرا قد این دست میزنم. سوخته بیا در خوشگله بابا بیا در خوشگله عمو بیا در خوشگله پدر سوخته سگ پدر. آفرین چه پسری گل پسر نزنی ها بابا. ریدم توی اسنایپ من. برقص سالا ای بنازم نتو بنازم شارژو بنازم ویدیو. امیدوارم که عشق کرده باشید و لذت کافی رو برده باشید تا یک ویدیو دیگه. گود بای.